یه سرویس برای فیروزه خانم. آقا آرتان، این خانم جوان کی هستن؟ دوست خانمتونن؟ شما چی گفتی؟ فیروزه دستیار جدیدمه. میگفتی اخراج شد، باز چی شد؟ برگشت. در ضمن آینده مشخص نیست اقبال بانو. زندگی هیچی بعید نیست. اینم اتاق من. آیازو قبلا میشناختی؟ نه خیر. اتفاقا توی دانشگاه بودین، درسته؟ که اینطور؟ شما از کجا میدونین؟ این که شرکت نمیام به این معنی نیست که هوای کارا رو ندارم. عضو هیئت مدیرم، از همه چی خبر دارم. من نمیدونم، اصلا با هم روبرو نشدیم. فکر کنم رشتمون متفاوته. خوبه. راستش خوشحالم که برگشتی سر کارت. خوشم میاد که یکی هست به زبون خودم باهاش حرف بزنم. گاهی نمیتونم راحت آیازو پیدا کنم. تو روز چند تا جلسه داره. به تو زنگ میزنم. یه لباس برات بیارم. آرتان بی خودی قول نده. بذار اول نتیجه ویزا بیاد بعد. اگه لنگه اینیم که کارت ساخته است دایی. به جای این حرفا نمیشه بگی باشه مامان ویزاها با من. اورهان بخوای من میتونم باهات کار کنم. خیلی عالیه. با اجازه. این چطوره؟ سفید بهت نمیاد. یه رنگ دیگه میارم. یه فکر دیگه به سرم زد. هیچ کس خبر نداره، فقط به تو نشون میدم. اینو واسه آیا سفارش دادم. آبی، رنگ مورد علاقهشه. خوب شده نه؟ خیلی خوبه. خیلی بهش میاد. یه رنگ دیگه میارم. بیا این خیلی بهت میاد. چطوره؟ به نظرم لباسای خودم خوبه. یه آبی به سر و صورتم بزنم. چشمای تو خوشگل‌ترین چشمای دنیا. آبی چشمای تو رنگ مورد علاقمه. خوشگل‌ترین. داشتم می اومدم پیشت.
عجیبه، نخواست چیزی بگیره. ازش خوشم اومد. حداقل حرف همدیگه رو میفهمیم. خب تو هم که خوشت اومده، برای منم اوکیه. دختر عزیزم، جوونای این دور زمونه خیلی عجیبن. کارمندتونه چه خوش اومدنی. نیازی نیست کارمندتو دوست داشته باشی، اونم دوست داشته باشه. به ترس کافیه. احترام از ترس میاد. این دیدگاه خیلی قدیمیه مامان. نسل جدید چیزی که میخوان محبته. در نتیجه احترامشون هم از محبت میاد. بگذاریم این بحثو بیشتر کش ندیم وگرنه نمیشه تمومش کرد. بازم خوش اومدیم. آقا ارتان، من دیگه با اجازهتون برم. نمیشه. هنوز که چیزی نخوردی. داش یاسین، این چه کاری بود؟ اومدی آگهی‌های اجاره خونه رو زدی رو در دیوارمون رفتی؟ یکم دست به جنبونیم فاروق. خونه مشتری زیاد داره، مرتب گوشیم زنگ میزنه. داداش یه نگاه به من بنداز. بابام بشنوه از غصه سکته میکنه. مامانم تو خونه یه چشش اشکه یه چشش خونه، داغونه از فکر و خیال خونه. من فقط 5 سالم بود اومدیم تو اون خونه. داش یاسین، چه مامان خدا بیامرزت، چه بدی از ما دیدین ها؟ کی بهت یه قولی دادیم پاش با نایستادیم؟ داداش تو 2 روز دیگه بهمون مهلت بده، من خودم پولو جور میکنم بهت میدم. خداییش راه نداره داداش؟ چرا داره؟ ها؟ آره یه راهی داره. یه لحظه بیا تو با هم حرف بزنیم. بیا. خداییش با حرف زدن همه چی درست میشه. اومدی اونجا آگهی چسبوندی. مگه ما غریبه ایم داش یاسین؟ بشینم داداش. برو بشین بفرما. خونه یکم به هم ریخته از شرمنده فاروق. خب خونه یه مرد مجردم همیشه همینجوریه. نه داداش بی خیال. چایی بخوریم حالمون جا بیاد. نوش جونه. داش یاسین بیا مشکل خونه رو حل کنیم. آره فاروق جون، ایول. منم میخوام حل بشه. من به تو کمک میکنم، تو به من کمک میکنی. ما آزارمون به مورچه هم نمیرسه. اصلا تو خونه من نیست، میدونی که. میدونم داداش تو خیلی با مرامی. من از وقتی 2 وجب قدم بود میشناسمت. اما خیلی تنها فاروق. یکی نیست به کارهای خونم برسه، برام یه غذا درست. خب حل داداش، این که چیزی نیست. به مامانم میگم به جای خونه مردم بیاد اینجا تمیز کنه، اتو کنه، غذا بپزه. به جون خود 2 روزه اینجا رو برق میندازه. مامانت یه روز میاد 2 روز میاد، بعدش چی؟ آدم میخواد تو خونش صدایی باشه، یکی پیشش باشه. میخواد از اتاقش تق دمپایی بیاد. تنهایی مال خداست. میخوام زن داشته باشم، بشینم 2 کلمه باهاش حرف بزنم. خلاصه این که من میخوام تشکیل خانواده بدم. فهمیدم. چرا که نداداش، تو یه پارچه آقایی، یه عروسی واسط میگیریم. داش یاسین به مامانم میگیم تو در همسایه یکی رو برات پیدا کنه. به مامانت بگو به در همسایه خبر نده. لازم نیست زیاد راه دوری بریم. آره لازم نیست. فهمیدم. فیروزه اونی که تو دل منه الوانه. الوان هیچ معلومه چی میگی؟ ها؟ میفهمی چی میگی؟ الو؟
انگاری حرفایی که زدی رو نزدی، همش باد هوا از پنجره میره بیرون. مرتی داش یاسین، تو اینا رو به من نگفتی، منم هیچی ازت نشنفتم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ بار آخرت باشه. داداش برگشتی؟ آخ چطوری فسخه؟ چیه دختر؟ از دیدن داشت خوشحال نشدی؟ صورتت چی شده ها؟ هیچی بابا بیخیال. این چیزا واسه ما پسرا طبیعیه، انقدر گندش نکنین، چیزی نیست که. مامان دیده که اینجوری شدی؟ از وقتی رفتی داشت دیوونه میشد. یا یه ذره رو دادی فوری زبونش دراز شد. ور 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 ور. بیا بیا. خانم فیروزه چقدر ساکت نشستین؟ یکم خستم به خاطر اونه. کجا زندگی میکنی؟ کادیکوی. با خانوادتون؟ نه خیر. که اینطور؟ خب کجا؟ مادر پدرتون رو میگم. اونا وقتی بچه بودم توی تصادف فوت کردن. نمیدونستم با هم وجه تشابه داریم. ایاز باباتون رو تو عروس میبینم؟ جدی ایاز؟ برای بابات دعوتنامه فرستادی؟ ما با ناراحتی راهمون رو جدا کردیم. خبر بدیم هم نمیاد. خیلی متاسفم. جیگه زهر ترکم کردی. ردیفه؟ آره تو چطوری؟ ما هم خوبیم. ببین خانومی قرض فیروزه به هم زیادتر شده. کدوم قرض بابا؟ گردنی ارزون رفت، از اونجام کم داره. امروز هم یه مرد اومده بود 1000 تا سوال پرسید. ای بابا خب چی شد؟ حل نشد، جورش کردن. ببین خوب شد واسه آدرسش خونه خودمو زدم. اومد سوال پشت سوال جوابشم گرفت. دمت گرم. مامان جون رفتین دیدن بابا؟ آره رفتیم. چون نتونستم بگم پسرت پولا رو برداشت و فرار کرد گفتم تو کار پیدا کردی. بیا داداش واسه تو هم بیارم مامان. نمیخواد. انقدر بغض خوردم تا 100 سال گشنم نمیشه. مامان آخر هفته یه آزمون هست. پول نداریم. مامان آزمون پولی نیست. بعدش هم تولدمه دیگه. دخترها میگن جشن بگیریم اما اول بابامو میبینیم. درست میخوره به روز ملاقات. بابا میگم پول نداریم چون که داداشت هم این پولا رو ریخت تو جیب یه فاحشه. ای زن بیچاره. فقط من و خودت. خوشی برامون حرومه. مامان جون بذار الوان بره دیگه. ها فقط یه جشن تولد کم داشتی. شما رو فوت کردی پول بخوا. مگه خدا معجزه کنه وگرنه. دستت در نکنه عزیزم. چه بویی داره. نوش جونت داداش.
الان دیگه چند سالت میشه فسقل؟ 18 سال. به سن قانونی رسیدم. پرید تو گلوت. وایسا آب بیارم. خونمونو ببینین عاشقش میشین. البته هنوز تموم نشده. وقتم کمه. نمیدونم چطور میخواین برسونین. از یه طرف دلم میخواد زودتر تموم شه، از یه طرف رو کوچکترین جزئیاتش حساسم. هرچی باشه قراره اونجا زندگی کنیم. آیاز چرا اومدیم اینجا؟ اینجا؟ میخوای اینجا خونه ما باشه؟ ولی ما که یه قرونم ته جیبمون نداریم. حالت خوبه؟ بیا بریم. آیاز بیا دیگه، بیا درو ببند. بودو بیا. فیروزه ببین، اینجا رو ترتمیز کردم همشو. حیاتش تمیز شده. فکر کن اینجا پر گلای رنگارنگ بشه. خب اون گوشم یه درخت سیب کاشتم. بزرگ که شد با هم زیر سایه‌اش میشینیم و چای میخوریم. این دیوارا هم همینجوری سنگیش خوبه. فکر کنم تو هم خوشت بیاد اینجوری بمونه. جلوی پنجره‌اش هم یه عالمه گلای رنگارنگ میچینیم. چطوره؟ عالیه. اما نمیشه همه کاراشو که تو بکنی. اینجا رو من با سلیقه خودم عوض میکنم. اون گلا رو هم از اونجا برمی‌دارم میبرم اینور. قبوله؟ قبوله. باشه خوبه. درخت سیبم مثلا همین جاها میکاریم. باشه هرچی تو بگی. باید آشپزخونه رو ببینی. بدو. مراقب باش اینجا کوتاهه. فیروزم تو کارهای خونه کمکمون میکنه. طراحیشو میکنه مگه نه؟ البته من میخواستم عشقمو غافلگیر کنم اما از دهنم در من اینجوری دوست ندارم برک. خودم جور میکنم. من دیگه برم. شبتون بخیر. یه لحظه، فقط 5 دقیقه ازتون وقت میخوام. براتون یه سورپرایز دارم. الان میام. بفرمایین عمو یاسی. عمو یکم زیاد نیست؟ بگذاریم. مامانت اینا خونن؟ آره هست. صداش کنم؟ نه تو زحمت نکش، خودمون میایم تو. یا خجالت نکش. سلام علیکم. بیا راحت باش. بیا تو رو خدا بشین راحت باشین. فامیلی. دیگه چی؟ خبردار شده خونه رو اجاره میدم. خودم خونه رو نشونش میدم. شما راحت باشین. ببین اینجا سالونه، اونجا بالکنه، از اونجا باز میشه. تو چی کار میکنی؟ این چه وضعشه؟ آدم از قبل یه خبر میده. مگه من به شما خبر ندادم خاله عالیه؟ خودم گفتم. دم درم آگهیشو چسبوندم. دیگه از این بیشتر میخوای داره؟ منم جوابمو دادم. من نمیذارم آدمای غریبه تو خونم بچرخن. خونه رو نبینه چجوری میخواد بگیره؟ بیا آقا بیا. مرد تو یه جا انصاف نداری؟ ما جلوی زمستون کجا قراره بریم؟ اونشو من نمیدونم دیگه خاله عالیه. ببین پسر به این دست گلی حتما یه راه پیدا میکنه دیگه. اون که نمیذاره تو کوچه بخوابی. میذاره؟ تو واسه اینجا وایسادی. برو تو. بدو. بیا خجالت نکش. تو اتاق دیگه هم هست. یکیش اینجا. من رد شی. فقط جنازه‌مو میتونی از این خونه ببری. بابا خدا رو خوش میاد آهم گریبانتو میگیره. به خدا قسم قرضمو پس میدم. گوش نمیخوابم، بیشتر کار میکنم، قرضمو بهت پس میدم. خواهش میکنم لج نکن دیگه. بسه. بذار هر جا رو میخوام بگردم. ولش کن. فاروق. مامان بسه. داداش برین هر جا رو میخواین بگردین. بفرما. بیا. ببین آخر این راه رو 2 اتاق دیگه هم هست. برو راحت باش. ببین اونجا 2 اتاقه. و اما اینم کیک عروسیمون. لطفاً همتون تماشا امتحان کنین. نظر همتون برام خیلی با ارزشه. میخوام همه چی عالی باشه.
کاش میذاشتی غافلگیر بشن. خب ممکنه ما چون هیجان بدو نفهمیم چی خوردیم، اما مهمونمون غافلگیر میشن. حالا که میخواین امتحان کنین همه چی کامل باشه، با هم ببرین. آره چه فکر خوبی، مگه نه عزیزم؟ پاشو بیا. براک میشه تو ببری لطفا. آیاز پاشو بیا، خودمونیم دیگه. یه لحظه، خوب شد تمرین کردیم. موندم چیکار کنم؟ باید با هم ببریمش. اینو بذارم کنار. پس قراره تو عروسی هم اینجوری بشه، با هم میگیریم عشقم. باشه. تا 3 میشماریم بعد میبریم. 1 باشه. 2 براک معذرت میخوام. اعصابم ضعیف شده. خونه همه چیز صحیح و سالمه. همه رو دیدید، چی میگی؟ خوبه؟ از سرمونم زیاده بالا. من این خونه رو میخوام اما فکر تو خراب نکن، من با اینا قرارداد نبستم. بیا جورش میکنی. فاروق 2 روز دیگه مستاجرا میان، وسایلتون رو جمع میکنی. شب عالی متعالی. ای خاک عالم، چرا ساکتی فاروق؟ یه چیزی بگو نمیشه، اعتراض کن دیگه. پاشو برو دنبالشون. بذارم تو با یه گلدون چه فرقی داری؟ تو اینی؟ مردونگیت همینه؟ فیروزه چی شد؟ حوصله‌ات سر رفت؟ نه به خاطر اون نیست، اما اگه الان نرم به اتوبوسم نمیرسم. اتکو میرسونده. لازم نیست، ممنونم. نمیشه. تو چقدر لجبازی. هر از گاهی باید بهت یادآوری کنم که رئیستم. گفتم اتکو میرسونده، تموم شد. اتکو؟ این یعنی برمیگردم سر کارم؟ بله 2 روز وقت داری. بکش بیار ببینیم اونقدر که ادعا میکنی کارت خوبه؟ باشه. من چرا شماره تو رو ندارم؟ میدونی دستیار یعنی چی؟ بی اجازه من، بی خبر از من نفس نمیکشی. حالا شمارت بده ببینم. شارژم تموم شده. پس خودت بگو. نمیخواین سیف کنی؟ چرا میکنم؟ شبتون بخیر فیروزه خانم. شب شما بخیر، خودم میرم. فیروزه خانم دستور گرفتن، بفرمایین لطفا. سوار نشین من باید حساب پس بدم. بفرمایین. امروز باید بیارید زیاد بود آیاز. سر براک خالی کردی ولی دلیلش هم منم. اون دختر چرا آمده بود ارتان؟ فیروزه دختر خیلی حریصیه. 2 روز وقت خواست که پروژه رو تموم کنه. برای پس گرفتن کارش هم تقلا میکنه. من به گرد پای تو هم نمیرسم. صبح شرکت رو نذاشته بودی روی سرت؟ به این دختر شک نکردی؟ حالا برش داشتی آواری تو خونت؟ همیشه دشمنتو جلوی چشمت نگهدار آیاز جون.
ببخشید؟ اون دختر اعتراف کرد که بهم توجه داره. دستگاه ضبطم برای همین برداشته، اما اعتمادم ازش سلب شده. فهمی دنبالشه، بررسی میکنه. نگه دارین؟ خواهش میکنم نگه دارین. میخوام پیاده شم. اما تازه حرکت کردیم خانم. خواهش میکنم آقا، باید پیاده شم. من نفسم بالا نمیاد. همه وسایلش خودم سفارش دادم. اکثر وسایلش از خارج از کشور اومده. نمیخوان برن خونه خودشون؟ البته که میرن، اما دخترم خیلی بهمون وابسته است، نمیتونه جدا بشه. در ضمن اون خونه هنوز آماده نشده. یه مدت اینجا ساکن شن، مطمئنم آیازم نمیخواد از اینجا بره. خیلی خوب شده. صفیه خانوم، محیط زندگیمون اینو ایجاب میکنه. عالم ما متفاوته، رو همه چی حساسن، دنبال شیکی و ظرافتن. درسته، هر جا قانونای خودشو داره. درسته، دقیقاً برای همین به خاطر خودمونم هستم. ما باور کنین بیشتر به خاطر خودتون. اجازه بدین یه هدیه کوچیک بهتون بدم. اینا رو برای شما حاضر کردم، میخوام تو عروسی بپوشین. شما، فیلیز و پسرتون مته. چه نیازی بود اقبال خانم؟ خودمون لباسامون حاضر میکردیم. استفاده میشه. حتما تو محلتون یه جشنی پیش میاد، اونجا بپوشید. صفیه خانم، من به خاطر خودتون میگم. مطمئنم لباسایی که حاضر کردین خیلی شیکن، اما عرض کردم تو این محیط باید همه چیز بهترین باشه، بی نقص باشه. شب عروسی با نگاهاشون ناراحتتون نکنن. نمیخوام مادر شوهر دخترم خجالت زده بشه. این حرفا بین خودمون بمونه. خودم لباسا رو براتون میارم، کسی نمیفهمه. متوجه شدین صفیه خانم؟ خب دیگه بریم، منتظر نمونم. صفیه خانم، امشب عصبانیت کردیم. اگه اینطور باشه از طرف خودم معذرت میخوام. براک باور کن که این حالت فقط مربوط به تو نیست، اهمیت نده. اما بالاخره که ازم عصبانی. این برنامه شام فکر تو بود یا داداشت؟ داداشم. پس اهمیت نده، تو کاری نکردی. مامان کجاست؟ چرا نیومد؟ نمیدونم. تو قبلا اینجوری نبودی، نمیترسیدی تا صبح پیشم باشی. چی شده؟ هوا سرد شده نه؟ خیلی ممنونم. شبتون بخیر، لطف کردین. مامان خداحافظ. به سلامت. به ارهان سلام برسونی. باشه عزیزم. گفت میام اما باز قیبش زده. بازم بیاین قدم تو روی چشم. خداحافظ. شب بخیر. بری اسمته، بریم بجنبیم. آیاس، فردا اومدنی مترم بیار. مته دیگه مدیر لوجستیک جدیده.
داداش من فقط میخوام نون حلال ببرم سر سفره. اگه تو شرکت کاری مناسب من باشه شما هم صلاح بدونی. خب یه چیزی جور میکنیم ببینیم تو چه پستی نیرو لازمه. داداش راستش فکر کنم میتونم تو قسمت لوجستیک کار کنم. برادر مدیر شرکت به این بزرگی بره بشینه پشت فرمون؟ منم میخواستم همینو بگم داداش. یه پستی مثل مدیریت باشه برای من خیلی بهتر میشه. آها، پس به این جاشم فکر کردی. خوبه. حالت خوبه ماما؟ خوبم پسرم، زود بریم. بریم اصل سردت نشه. بیا بیا بیا. آبجی حدس بزن کی خونه است؟ یاسینه. آگهی رو دیدم، میخواد بندازتمون بیرون. آره اونا اومدن، اما منظورم اونا نیستن که. داداش برگشته، اوضاع خرابه، برگشته خونه، پولم نداره، تازه کتکم خورده، مامان داره دیوونه میشه. خیلی خوش اومدی. یه جون داریم اومدی اونم بگیری. اوه چه خبره؟ حرف دهنتو بفهم. من چی بهت گفتم؟ مگه نگفتم اون پولو نگیر داداش؟ چی شد؟ حالا دیدی خیری نداشت. نگاش کن، برو اول تو آینه خودتو نگاه کن. تازه خجالتم نکشیده رفته کتکم خورده. به تو چه؟ چرا داد میزنی؟ به تو چه؟ آره کتک خوردم، نوش جونم. اصلا خودت تا این وقتشم کدوم گوری بودی؟ حالا پرو بازجوییم میکنه. سر کار بودم، میفهمی؟ چرا؟ چون بعضیا باید کار کنن، بعضیا باید نون شب این خونه رو در بیارن. منم سر کار بودم، فقط همون نیست. برای ثابت کردن بیگناهی بابام دارم تقلا میکنم. نه بابا سوپرمن شدی واسه من، سوپرمن قهرمان. ایول تو میخوای بابا رو نجات بدی؟ تو کی هستی بچه؟ یه عمر براش بریدن که اون تو بمونه، میمونه، میخوابه، تموم شد رفت، تموم. میفهمی؟ من نجاتش میدم. من بیگناهیشو ثابت میکنم، همه واقعیت‌ها رو ثابت میکنم. فهمیدی؟ همه میرن همونجا که باید باشن. بابام تو خونش، قاتل اصلی هم تو زندان. این عراجیب و تحویل یکی دیگه بده. من گوشمو از سر راه نیاوردم. اینقدر ور نکن بابا. دیگه هم هیچ وقت این ساعتش هم بر نمیگردی خونه. افتاد؟ تو واسه کی تعیین تکلیف میکنی؟ تو وقتی بابا تو زندان بود از این خونه گذاشتی رفتی. تو هر چی حق به گردن من داشتی، وقتی از اون در رفتی بیرون گذاشتی زیر پات. تو برادریتم، شرفتم، مردونگیتم پشت اون در مونده آقا پسر. دیگه تموم شد، فهمیدی؟ برای همین دیگه هیچ وقت نبینم ازم حساب بپرسی. آبجی مامان ببین منو میشناسی، من این دختره رو اون روم بالا بیاد میرم میکشمشا. با دستای خودم گردنشو میشکنم. فکر کن ببین چرا اینجوریه. برادری میکردی اونم احترام میذاشت. بشین دختر، کجا میری؟ فیروزه، هر کی مشکل خودشو داره. آره سوختیم، اما اون برادر بزرگته. پس با رفتارش نشون بده مامان با یه بچه چه فرقی داره. مامان وقتی رفتی آغون شدی، مثل شمع آب شدی، گریت هم نتونستی بکنی، بغضتو قورت دادی که فوری عصبانیت و دلخوری تموم شد. نشده، نبخشیدم، نه روی زخمم بسته شده، اما چی کار کنم؟ تو بگو چی کار کنم؟ باباتم نیست، اون بود میافتادیم به جون هم داد و بیداد میکردیم، اما به یه جایی میرسیم. قبول مامان، همه چی قبوله، درسته، اما پسرت حق نداره اونجا لم بده و برام گردن کلفتی کنه. اون واسه پول طمع کرد، پول خون. اون پول دلداریه. زهرا اینا رو نگاه، زمین خریدن، اون پول به درد همه خورد، فقط مال ما دود شد.
داداشتو گول زدن، پول از دست بچه گرفتن. یعنی بیگناه، تقصیر اون نیست. باید میدیدی بچه رو مثل گونی انداخته بودن وسط کوچه. چی کار کنیم؟ بشینیم براش قصه بخوریم ها؟ چی کار کنیم مامان؟ چی کار کنیم؟ باشه مگه چیه؟ حالا یه اشتباهی کرده، آدم دیگه جایز الخطاست. یه اشتباهی کرده، چقدر خوششانسه. حق داره اشتباه کنه، راهشو گم کرده دیگه. اما من نه، من هیچ وقت حق نداشتم اشتباه کنم یا راهمو گم کنم. میدونی چرا؟ چون که مادری ندارم که ازم دفاع کنه، منو ببخشه یا از خطام چشم پوشی کنه. امیدوارم تا هم یه روزی مادر بشی و زخمی که من خوردم و تا هم بخوری. چی کار کنم؟ مگه ناخونه، مگه مویی که ببرم بندازمش دور؟ آخه اون دستمه، پامه، سرمه، قلبمه. در خدمتم والده. میدونم سریع اعتراض میکنی، اما این بار حق با منه. میبینم که تو این دنیا همه درباره همه چی حق به جانبن. ارتان جدی نمیگیری، اما از رفتارت با اون دختر اصلا خوشم نیومد. فهمیدم. خب چرا ادامه دادی؟ اصلا چه نیازی هست؟ اون دختر تو شأن و منزلت توه؟ تو ارتان دمیرکانی. ره من ارتان دمیرکانم. هر کاری بخوام میکنم، هیچی جلو دارم نیست. برای همین به نفعت خودتو برای فیروز آماده کنی والده. چی داری میگی ارتان؟ این کارو نکن. اعتبار خانوادگیمون دست توه، یعنی مسئولیت هایی داری. تو انتخاب زندگی و زن و عشقم اینو در نظر بگیر. این بس تموم شد والده. فرض کنیم که شروع هم نشده بود. من رفتم بخوابم. صبر کن، کارت دارم مته. بگو ببینم جریان این شرکت یهویی از کجا در اومد ها؟ بس دیگه. داداش ارتان پیشنهاد داد، گفت ما یه خانواده ایم، این ور اونور آواره نشو، بچه خوبی هستی، باید پیش خودمون باشی. دیدم چی از این بهتر، اسم و رسمش خوبه، حقوقش هم خوبه، منم قبول کردم. بچه تو کیو گول میزنی هان؟ داد نزن داداش. تو رو خدا آروم باش قربونت پسر ما دیروز با هم حرف نزدیم؟ مگه بهت نگفتم نه؟ بعد 2 روز نشده آقا ارتان زنگ میزنه، شازده رو دعوت میکنه به شرکت، اینم قبول میکنه. آخه کیو گول میزنی؟ باشه من رفتم پیشنهاد دادم، من بهش زنگ زدم، رفتم از ارتان کار گدایی کردم، چون داداشم سر رام سنگ انداخت، چون تو به من کار ندادی. منم رفتم کار خودمو کردم. بس شروع شده. مادر جان تو هم دیدی دارن پول جارو میکنن. جارو کنن پول خودشونه، به تو چه؟ تو حالشو میبری بعد واسه ما جیزه؟ چی؟ میگم واسه تو خوبه، واسه ما جیزه؟ نه دوستتو میکنم. تو فکر کردی بابای منی؟ گم شو. باره تو اتاق. اونجا کار میکنم، تو هم نمیتونی جلومو بگیری. برو بیرون. اون کارو میگیرم. الان میبینی. نترس فیلیس. بیرون داداش تو رو خدا بسه. داداش تو رو خدا ولش کن. کارش ندارم.
فیروزه، این چه سرنوشتیه پسرم؟ روبرو شدنتون تصادفی آره؟ مامان این چه حرفیه میزنی؟ فقط یه تشابه اسمیه. من دختر امشبی رو نمیشناسم. شب بخیر، دست درد نکنه. کار من بود، من کشتمش. آیاز کمک کن. شرمنده شدم ایاز. همین امروز که دفتر نیستم اومدی گفتن زایمان داره خودم رسون. من معذرت میخوام، فرقی نداره. اگه چیز مهمی نبود مزاحمت نمیشدم، اما وضعیت کم حساسه. باشه نگران نباش، یه جای خلوت داریم. بیشتر از خلوت، راستاریت مهمه. دیوونه. اگه به رفاقتم اعتماد نداری به شغلم داشته باش. حرفای موکلام هیچ جایی نمیره. اگه بدونی من از کیا چیا میدونم شوکه میشی. دمت گرم. معلومه خیلی حساسه. سرهات، من یه شهادت دادم، شهادت دروغ. میخوام اونو عوض کنم. یادت توی پروژه‌مون یه اتفاقی افتاد، سقوط آسانسور. جرمم افتاد گردن کسی که موقتاً مسئول پروژه شده بود، یعنی یاشار استا. درباره مشکل آسانسوری برگ واسه آرتان میبره. آرتان هم اهمیت نمیده. بعدشم برگ رو گم و گور میکنن. منم همه این رو از نزدیک دیدم. جرم انداختم گردن اون. بنده خدا تو زندانه، بیگناهه. منم میخوام شهادتمو عوض کنم و یاشار استا رو نجات بدم. مشکل وخیمه داداشم. اول اینو حذف کن، مشکل اصلی رو برات تعریف میکنم. قدش، وزنش، سنش، موهاش، رنگ چشماش، هرچی که میدونی. بابا میخوای چشماتو ببند خوب فکر کن باشه؟ ها؟ بابا باید همه جزئیاتو به هم بگی، خواهش میکنم. نمیخوای تسلیم بشی؟ تسلیم نمیشم بابا، تسلیم نمیشم. این بی انصافی کثیفشون مثل یه چاقو داره منو میکشه. برای همین خواهش میکنم کمکم کن، هرچی یادته به هم بگو. بگو بابا. در عوض حرفای تو حرفای ارتان. اگه حرف تو با یه مدرک ثابت کنی نتیجه میگیری. فکر اونجاشم کردم. اون روز پا تو شرکت نذاشتم. اینو ثابت میکنم. یکم بعدم فیلم دوربینو میارن. حرف زدم.
اون وقت میشه. احتمالا برای ارتان حکم بازداشت میبرن. سرهات، هدف اصلی ما از این کار نجات دادن یاشار پیناره. اون آزاد میکنن، دوره یه دادگاهو بیرون میگذرونه. عالی. تقریبا 25-30 سالش بود. وقت تمومه. بابا بودو پوست سفید، سیبیل داشت اما زیادی پر نبود، موه مشکی، سر و وضع مرتب سرزبوندار، چشاشم رنگی نبود، قهوه‌ای بود. به نظرم به حد کافی کمکمون میکنه. اوسا یاشار، وقت تمومه، چاره ای نیست. هرو نیا اینجا دخترم، من خوبم، نگران نباش. اگه نخوایم میام بابا، هر روز میام. به خدا میسپرمت. منم تو رو بابا جونم. فیروز پینار. یه لحظه بفرمایید. فیروز خانم بفرمایید. ممنونم.